بسم الله الرحمن الرحیم. جناب برادر گرامی، منصب اول، جناب برادر گرامی منصب دوم، اعضای محترم کابینه، اعضای تیم صلح، ولی صاحبان، تمام حاضرین مجلس، خواهر و برادران، السلام علیکم. عملاتی که صورت گرفته چی سر سیاوش، یوسف رشید، ملاله، الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوهستانی، فاطمه خلیل، دکترای پولچرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است. حمله بر تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، حس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شود، نه موجب تزلزل. خواهش من از تمام همکارای دولتی است که اول به اینا رسیدگی کنیم. همبستگی ما، دلداری ما، نوع اطمینان دادن به خانواده از اینا یک وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ماست. دوم، منصب اول پیشرفت‌های بسیار زیاد داشت. خواهش میسته که همون پیشرفت‌ها را سریع‌تر کنیم در کابل، در دیگر جای و تمام نهادهای امنیتی را جناب محب هدایت واضح بده. سوم، انسجام تمام اقشار افغانستان در مقابل از کار است. احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام بیان، مخصوصا جناب علیمی صاحب، علمای کرام و ریشسفیدا و بزرگای ما. کریمی صاحب، طول شوراگانی پر طول افغانستان که باید انسجام تراسی. یا واحد غږ د هر افغان لستونی نباید ووزي. که توازی صاحب ټول والی صاحبانو سره انسجام ونیسي او د کابل امنیتی میثاق تجربه ښیي چې ولس تیار ده، ولس همکاری غواړي. روایت جمهوریت فضل خداوند عام شده، سرش یک اجماع کامل موجود است. مردم حالا میفهمند که پارچه پارچه شدن به جهات مختلف رفتن غیر از نقص فایده نداره. مخصوصا بعداً سر اعمار صلح صحبت خواهد کردیم، اما باید جهت داده شد. و در این بخش جناب وزیر صاحب داخله خاصتا اعتماد بر پلیس نقطه کلیدی است. مردم اعتماد میکنند، اما پلیس و دستگاه عدلی و قضایی ما باید بتونه فعال شد. و از نگاه دستگاه عدلی و قضایی ما جناب وزیر صاحب عدلی، جناب استاد، ضرورت به است که اقدامات به مراتب سریع‌تر شد. مردم باید ببینن که ما اراده داریم و خواهش ظاهر عمر صاحب است که امرای جامعه مدنی، رسانه ها، فعالین جلسات خاص شورای امنیت میخواین، از کابینه میخواین که با یک طرح واضح و مشخص همه جانبه که سر از اقدامات داشته باشیم. جناب وزیر صاحب زنا، وزیر صاحب معرف، محصلین و متعلمین ما کل باید بسیج شد.